بچه‌ها میخوام که این کاراکتر رو کاسپلی کنم. ببین من تو این کارا خیلی بدم. شما میتونید ببینین که این دلیلیه که من اصلا سمت هنر نرفتم هیچ وقت. خب اینو خالی می‌ذاشتم ولی پر کردم. بچه‌ها انگار تو تا سوراخ دماغ رو گردانمه. بچه‌ها خارجی‌ها یه اصطلاح دارن میگن trust the process، یعنی به اتفاقی که داره میفته اعتماد کن، آخرش خوب میشه. شما به این اعتماد نکنین. احتمال خیلی زیاد این قرار هیچ نتیجه‌ای نداشته باشه. من از این طرح خوشم نمیاد رابرت. شبیه داشت که کاسپلی کنم. الان که فکرشو میکنم واقعا زندگی هیچ معنی نداره. قسمت گردنمو تا جایی که میتونستم در توانم بود انجامش دادم. حالا میرم لنزا رو بزنم. بچه شبیه زندانیا شدم. بچه الان 40 دقیقه هم تلاش میکنم لنز بذارم و فقط یکشو انداختم و دارم میمیرم. دوستان عزیز توجه کنین که این به هیچ صورتی ویدیوی آموزشی نیست. لطفا بر اساس این ویدیو پیش نرین چون خودم هم نمیدونم چه غلطی میکنم. یادتونه بهتون گفتم trust the process و گفتم که trust نکنین. این دقیقا همون چیزی بود که داشتم راجبش صحبت میکردم. نمیدونم داره چه اتفاقی میفته دیگه از اینجا به بعدشو. دیجی آهنگو پلی کن. امشو مخوام بس بکن امشو میرم محل شام یه شبی بر پا میکنم. آقا قبل اینکه بهم بگین خود شیفته و این داستانا هدیه است، به خدا هدیه. بچه این تیشرت که بهم رسید توی جعبه خیلی خوشگلی بود، خیلی خوشگل بسته‌بندی شده بود، یه نامه قشنگ و مهربونانه هم بود که اینجوری بودش که ما اینو برای شما درست کردیم، بچه‌هایی که از طرف شما بیان کلی تخفیف میرن و اینا. بعد من انقدر ذوق داشتم که اینو زود بپوشم، اصلا خود شیفته نیستم. وای کولی بود دیگه. خدا وکیلی فکر کن طرح خود رو تیشرت باشه که الان هیچ کدوم ندارم بهتون نشون بدم. اومدم فقط همین تیشرت رو بهتون نشون بدم و دیتیل ببین. خدا بنده کیری. بعد بچه‌ها ناگفته نماند نباشد این داستانه که از این فقط یه دونه هست. اینم واسه منه چون که اینو برای من درست کردن طراحی شده. واسه خلاصه اگه برندی دارین یا طرحی دارین که دوست دارین روی تیشرت باشه، خیلی راحت میتونین برین بهشون بگین اصلا براتون طراحی میکنم، میذارن رو تیشرت، ببین حالشو ببرین. یعنی هر طرحی که توی اینترنت دیده باشین و دوست داشته باشین اصلا براتون گلدوزی میکنن. خیلی خوبه. مثلا یه طرحای انیمه یا اینا که تو سایت‌های خارجی دیدین نمونهشو تو ایران پیدا نکردین، بفرستید براشون قشنگ براتون گلدوزی میکنن با کیفیت خیلی خیلی خدا. اینم گفتم بهتون که از طرف پیج من بریم بهشون بگین که از طرف پیج من رفتین، یه تخفیف خیلی خیلی خوشگلم بهتون میدن که دیگه چی بهتر از این. بازم از کیفیت کار لذت ببرید. خلاصه که ویم بوتیک هر طرحی که دوست داشته باشین روی تیشرت براتون میزنه، طراحی میکنه. اصلا این تیشرت یه جورایی کاستوم شده است.